سلام بچه ها، به کانال نوبتوپرو خوش اومدید. من ابوالفضل هستم و اومدم امروز از نسخه دوم یکی از بهترین و شاهکارترین بازی های دو بعدی یعنی هالو نایت برای شما ویدیو بگیرم. همینطور که میدونید نسخه دوم این بازی که به همون عنوان سیلسان یا به فارسی میشه نغمه ابریشم انتشار شده برای ایکس باکس و پلیستیشن 5 و پی سی و اینا، که مثل همین نسخه اولش برای موبایل عرضه نشده. اما خب همینطور که میدونید موبایل پلیرها به هیچ وجه تسلیم اینجور چیزا نمیشن و همیشه اون بازی که میخوان انجام میدن. منم گشتم و تلاش کردم، بالاخره تونستم نسخه کرک شده بازی رو پیدا کنم مخصوص موبایل، که اگه بخواید لینک کانال یوتیوبم و کانال تلگرامم رو میذارم که برید نگاه کنید و دانلود کنید. خب بریم لیتس پلی بازی رو ببینیم. میگن خیلی بازی جذاب اما به شدت سختیه، خودم هم اینو تاییدش میکنم چون یه ذره پیش رفتم خیلی سخته. این من معنی‌ها رو کامل واسهتون ترجمه میکنم، پس خیالتون از ترجمه تخت باشه. خب اینجا سریع میگم معنی کرده که اینا نوشته آنها زیبای تو رو میبینن، بسیار ظریف و شکننده، آنها آرامش تو رو میبینن، بافته از ایمان و رنج، قلب تو رو فراموش میکنن که در خواب و بندگی اسیر است، وقتی بیدار شوی حقیقت تو را خواهند دید، طبیعت حیوانی تو برای همه آشکار است. از حماقت فارلوم، اثر رهبر ارکستر رومینو. خب همینطور که دارید میبینید داستان الان از این جای شروع میشه که یه عده هورنتو اسیر کردن و دارن به یه سرزمین ناشناخته میبرن. شما اصلا همین اگر نسخه خیلی دنبال همین بازی نسخه دومش بودید، نینتندو سویچ رو بعد آشنا شده بوده که اجرا کرده بودن، اما خب از اون جایی که خیلی بد بود، کیفیت پایین و FPS پایین دیگه، حالا میخواید بیاید کانال تلگرام هم تا برنامه‌ش رو پیدا کنید. اینجا که دقت کنین این پروانه انگار جادوی این زندان رو متوقف کنه، باید بشه نیروی ما انگار دوباره برگرده. اینجا میزنیم پلو تخریب میکنیم. اینجا هم نوشته اکت 1 فارلوم معنیش میشه سرزمینای دور. فار که میشه اون، لوم هم که میشه دور، مثل همون اگه ماینکرافت بازی کرده باشه فارلند، سرزمین های دور، اونم همون معنی رو میده. من تو این لیتس پلی سعی کردم که کامل تمام مکانهای مخفی رو بهتون نشون بدم، از اولین قسمت تا حالا هر جایی که بتونم پیدا کنم، حالا از برخی از جایا بتونم به دست بیارم. اوه نیزه رو نها کنید، یه سان دیگه تمام شده بود مرده بودیم. الان اینجا مطمئنم نصف مردم الان مستقیم راه میرن، اما بیخبر از این که اونور دیوار یه چیزی هست. اینجا که ما یه پرش بزنیم میبینیم که اینجا یه اتاق مخفیه. اینجا ضربه بزنیم بهمون شل شارد میده که فکر کنم برای نمیدونم استفاده برای آیتماست. حالا اینجا که مثلا هر کی ناکنه میگه اوه تمام شد رفت دیگه اتاق مخفیه بزنیم بریم، اما نه این شکلی نیستش. اگه یه ذره بریم بالاتر میبینیم بازم اتاق مخفیه از حقای تیم چری. وقتی که بریم با این موضوع آشنا پیدا میکنیم که خیلی هم بزرگ و قطوره. اصلا من پیشنهاد نمیکنم باش به صورت تن به تن به جنگه. از همین حقه‌ای که من دوم استفاده میکنم میگم که ما کنه اگه تن به تن بجنگید این بلا سرتون میاد، در جا کشته میشید. سر همون اول برید یکی دو تا، حالا هر زمان که تونستید ضربه بزنید،
پیشنهاد من همون اینه که یه دونه ضربه رو بزنید، سریع فرار کنید، بیاید پایین، بعد زمان تنجیدتون رو دقیق کنید. زمانی که اسکی کنید میخواد بخوره به دیوار روبرویتون، بپرید بالا، علامت رو بزنید که بعد از اون بتونید بالا ضربه بزنید. که بعد تمرکزتون دقیق باشه. فرد بدنی او اینقدر بیشتر ندارم. لایک کنید زدم. یکی کنم لایک کرد. خب همینجا که دیدید بهمون بیست شلف رو میده که یه دونه شلچاک خیلی بزرگه که وقتی همون با دکمه A بزنیم میشکنه. بهمون 140 تا شلک میده که خب عدد بزرگی، اما من پیشنهاد نمیکنم بشکنی، چون ما دائم در حال انمی کشتنیم و اینکه دائم شلک شات رو به دست میاریم دیگه. و اینکه تنها ایرادی که این نسخه‌ای که حالا برنامه‌اش هستش اینه که مثلا دقت کرده باشین این قسمت سیاهی و اینا مثلا انگار کامل لود نشده و بیشتر از این که مثلا بدی باشه برای پلیرای سیلکسانگ بیشتر مزیت محسوب میشه. چرا؟ چون اینکه مثلا میتونیم اونور رو ببینید. تا الان من یکی دو تا اتاقو به خاطر همین ایراد بازی تونستم پیدا کنم که بیشتر نعمت محسوب میشه تا ایراد. خب بریم سراغ دومین جای مخفی. اینو فکر کنم دیگه اون کسایی که بازی کردن بیشترشون باید اینو بدونن. همیشه سعی کنید که همین اینونتوریتون پر از ضربه باشه تا بتونید سریع هیل کنید، چون این بازی هم همینطور که بیشتر پلیرها گفتن یه مثلا سختی به شدت فراوانی داره و بیشترین ماب هایی که مثلا هاستایل و دشمن ها اینا که بهمون ضربه میزنن به جز همین کوتوله ها کلا 2 تا قلب از همون کم میکنن که این حالا تو قسمت بعدی که یکی از این باس فایت های ریز کامل بهتون نشون میدم. اصلا باس فایت ریز هم نیستش که مثلا که کلا قلق کار دستم میاد یه هفته طول کشید تا بالاخره بتونم به دستش بیارم. اینجا همیشه این یه نصیحت که خیلی کامله که اینکه وقتی خب به 2 تا قلب از دست دادید یا 3 تا از دست دادید سریع و سه خودتون رو هیل کنید. اگه پرید به این فکر نکنید که مثلا نه بذار یه دونه ضربه بخورم بعد کامل باشم. به 2 تا رسیدید سریع خودتون رو هیل کنید. اوه سردرد که یعنی چی؟ قراره بمیری؟ جوان ایرانی به روایت تصویر زندگی نابودش کرده. اما خب اینجور چیزا نمیتونن جوان ایرانی رو از بین ببرن. ما ادامه راه پیش میریم. برادر دیوانه شده تو این بازی، یعنی اینقدر چیز عجیب غریب تو این بازی دیدم دیگه از گیاه هم میترسم. اگر نسخه اولشو بازی کرده باشید کامل میفهمید منظورم چیه. نسخه اولش هم دست کم نکنه. اما خب من کلا مثلا موافقم نسخه اول بازی یه چیز دیگه بود، مثلا انقلابی تو صنعت برای همین بازی‌های دو بعدی و این که کلا هالو نایت از نظر من سلطان تمام گیم‌های دو بعدیه. آدم اوج عطف و لذت رو میتونه بگیره. این در ببینید که گفتم مستقیم در میاریم از یه باس فایت. دوباره حالمون بد شد. بچه‌ها داریم میمیریم واقعا.
و سری با صندلی بریم بچینیم. بریم. من ببینید کی گفتم الان با یه باس فایت سر در میاریم. من اینجا رو خودتون نگاه کنید چقدر بازی روونه. آره من نمیگم مثلا خیلی خوب تو هر گوشی میاره اینا، ولی الان برای مثل گوشی من که سامسونگ A06 با رام 6 واقعا رضایتمندم. حالا من یه سری تنظیمات هم واسهتون میندازم که مثل من بازی کامل دیگه بدون لگ بشه. یا اگرم پیدا کرد دیگه میلی ثانیه رفت کنه یا اول این نازماده یا اول جای پشه های داز میمونه. این کسایی که توی روستا با پشه هم میخوابن این رو خوب میدونن واقعا. این میشه آقا اینو باید سریع و سیف بکش. بیا سریع زدن. این زب در زدنی ها واقعا یکی از پرمزیت ترین چیزهای هورنته. حواستون به این باشه هر از گاهی از این انیمیو میندازه که حالا با ریشارژ کردن خودتون خیلی خوبه. و سلام باید اعتراف کنم این باس نسبت به اولین باس هالو نایت یک کم آسون تره، اما دیگه باس فایت دومینا دیگه روی خوش بهمون نشون نمیده. اینجا هم میبینید فکر کنم یه دره، اما فعلا هنوز نمیتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم. خب میریم بالا. این چیه؟ نکنه این تو یوتیوب دیده بودم ما رو میبرن لباسامونو در میارن. نکنه اونه. قرار با شرفمون خداحافظی کنیم؟ الحمدلله اون پیرزن. الان واسهتون ترجمه میکنم. اینجا داره این زنه میگه بلند شو نمیذارم روی زمین من بمیری. بعد از اون میگه بالاخره بیدار شده، مسافر باید به قدرتت اهمیت بده، هیچ فایده ای نداره که انرژی رو برای یه آدم بیورده مثل من تلف کنی. اینجا میگه حالا میفهمم خانم خوش آمدگویی من به سرزمین شما مهربونه نبوده، اصلا دلیلی برای اختیار داشتم. زنه میگه پس هم یه ظاهر دیگه از که بیرون اومدی تا از مسیر بزرگ بالا بری و به قله طلایش تعظیم کنی. من ظاهر نیستم، من هورنت هستم و بدون هیچ انتخاب شخصی به سرزمین شما رسیدم. من مزور به پادشاهی تو آورده شدم، اسیر حشرات عجب غریبی که خود را در نقابی پنهان کرده. میگه چه عجیب، حشرات قله در قلعه سرزمین ما، آنها خود را در خدمت ایمانشان یا شاید به عنوان برده چیزی بزرگتر پنهان میکنن. میگه پس من به دنبال دیژ آنها خواهم گشت. اگر این حشرات پنهان تا این حد تلاش میکنن تا من رو به اینجا بیاورن، قصد دارم دلیلش رو بفهمم. اونم میگه وحشی ترسایگوی تو مثل یک ظاهر نیست، تو رفتار یک شکارچی رو داری. پس این مسافری بی‌باک به فاروم خوش آمدی، سرزمین مقدس اما جن زده ما. میگم دیدی نسخه اولش این هورنت هم حتی میتونه حرف بزنه. میگم چی میگه؟ که قبلش گفته قبل از اینکه بروی به یه حشره پیر اجازه بده کمی هشدار بده، بهتر از آن سلاح رو کشیده نگه داریم. اونم میگه پادشاهی ما گرفتاری نفرینی شده، مسیرش وحشی خطرناکه، اگرم بخوایم مثلا از اون قله به بالا بری اما هیچ کدوم بر نمیگردن تو از اون صحبت کنن. واقعا این قسمتی که زیباترین قسمت‌های بازیه. میگم ولی دیدید اون کسایی که هالو نایت اول بازی کرده باشن میدونن این شخصیت اصلی نمیتونه حرف بزنه ولی هورنت میتونه. اینجا ما رسیدیم به پایین استخوان، پایین بون باتون، پایین چقدر کوچوله باش حرف بزنی. میگم شما هم ظاهر هستید دارید سفر بزرگتان رو به سمت قله مقدس بالای کوه شروع میکنه. اونم میگه من ظاهر نیستم آقا، هرچند به نظر میرسه که مسیر مشابهی رو طی خواهیم کرد. اونم میگه ظاهر که نیستید، خب فرقی نمی‌کند، همه ما باید در این جاده و بالا و بالاتر قدم بزنیم، هرچند بیشتر ما خیلی قبل از اینکه دروازه‌مون بیشتر بشه. اونم میگه اگر عاقل باشی اینجا توقف می‌کنی و قبل از رفتن به اون دنیای خطرناک کمی استراحت. خب
دوباره ازش بنویسیم. تا هر وقت که دوست داری اینجا پیش من استراحت کن، من هنوز آماده رفتن نیستم و کمی همراه همیشه خوب است. اینجا هم من مطمئنم دقیقا مثل هالو نایت اول اینجا ایستگاه همه قطار ماننده. این زنه کیه؟ آن اسم شخصیت هم که هستش زائر کوچولو میشه. اینو خواستم بهتون نظر اذیتش کنیم اینو. من تو یوتیوب دیدم این به دنبال سکوته. میگه اوپفتم اومده اینجا قایم بشی، دنیای ترساک اون بیرون است، اگه بتونی ساکت بمونی اشکالی نداره که من ملحق بشی. میگه شما جای عجیبی رو برای استراحت انتخاب کردید خانم. این گودال ناقوس‌ها و سازه اطراف آنها ایستگاهی برای سفر رو پیشنهاد میدن، هرچند که مدت هاست متروکه شدن. میگه بله شایعاتی در اردوگاه وجود دارد مبنی بر این که این ناقوس‌ها در سراسر سرزمین ها جریان دارند، رگه‌های بزرگی از آنها که توسط خویشاوندان باستان ما ساخته شدند. جا میگه به برخی حتی میگویند که اشرار قبل از طریق آنها در کالسکه‌های طلاکاری شده تردد می‌کنند. میگه مطمئنم چنین سفر خیالی برای ما زائران گناه است. ما باید تنها با استفاده از چنگال‌های ناچیز خود راه برویم، بالا برویم و بخزیم. تنها از این طریق می‌توانیم ارادت خود را ثابت کنیم. بدبخت‌ها رو انگار شستشوی مغزی دادن. اینجا میگه اون مسافر مقصد دژت. بله خب قبل از اینکه سوارشه نمی‌رسی به سایر پیل معرفی کنه. اینجا هم که اردت میگه میبینم کالای مغزی دارم اما چیزی ندارم که بهت بدم. اونم میگه نگران نباش، خب ما با ایمانمون معامله میکنیم، روزاریس و اینا، این همون میشه تصویر. میگه اگر بهم بدی با چیز منصفانه‌ای میگم. اینم که میگه این چه که داری میسازه قربان یه جورای نشونه‌ایه. اونم میگه بله تو حشره تیزی، یه دیوار آرزو که دیگه وقتش این کف قدیمی دیوار آرزوها رو داشته باشه. دیگه چیز محبوبیه توی فارلو، مفیدم هستش. دعاهای زیادی بی پاسخ ماندن، با آنها جایی برای رفتن میدن. چهاره‌ها روانی شدن. اینجا بذارید دو تا چیز مخفی رو بهتون نشون بدم که حداقل دفعه اول یادم بتونه روزاریس به دست بیارید. از الان بهتون بگم روزاریس واقعا یه چیز خیلی کمیابیه توی بازی، مثل پول تو دنیای واقعی میمونه. به دست آوردنش تقریبا غیر ممکنه، یعنی به دستش آوردید از دستش ندید. و اگرم میخواید خرجی چیزی کنید بگردید. این صندوقا هم که می‌بینید قشنگ برید توش بگردید، یعنی روزاریس یه دونه‌ش هم از دست بدید کلاتون پس معرکه است. یعنی اینقدر روزاریس کمه توی این بازی. و اینکه بازم یه ذره بریم پایین‌تر دقت به خرج بدیم. اینجا هم یه تصفیه دیگه است. بریم بالا. نه نظرم برگشت. خب از اونجایی که گفتم بازگشت همه به سروس، میگن پایان راه هر چیز آغاز راه اون است. ما هم همینجا با شما بیننده های عزیز خداحافظی میکنیم تا قسمت بعد. خدا نگهدار.